السلام علیکم بیننده های عزیز و گرامی، برنامه اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. شام 5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان پس از اشتراک در کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی و ملاقات و واخوری‌ها با رهبران والامقام به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان را رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان، معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال گرفتند. یادآور می‌شویم که 5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در مراسم استقبال رسمی رهبران دولت‌ها و هیئت‌های کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی که با اشتراک رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان محترم قربانگلی بردیمخمدوف، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد فیلیمون یان، رهبران دولت‌ها و حکومت‌ها و هیئت‌های والامقام برگزار گردید اشتراک نمودند. ضمناً مسائل وابسته به مشکلات کشورهای رشد یابنده محصول در خشکی که به راه‌های بحری دسترسی ندارند بررسی گردید. ضمن سخنرانی‌ها و به میان گذاشتن پیشنهادها از جمله تاکید گردید که در صورت راه‌اندازی همکاری سودمند و استفاده با ثمر و بهینه از امکانیت‌های موجوده می‌شود که این مشکلات به فرصت و توانمندی‌های خوب تبدیل داده شود. 5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر اوزه ترکمنستان در کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت محترم ترکمنستان جناب سردار قربانگولیویچ بردیمخمدوف، محترم سران دولت‌ها و حکومت‌ها، محترم منشی سازمان ملل متحد جناب آنتونیو گوترش، خانم‌ها و جنابان، پیش از همه برابریت ترکمنستان دوست و سازمان ملل متحد برای برگزار کردن همایش مهم بین المللی امروزه در سطح بلند تدارکاتی و پذیرایی صمیمی اظهار سپاس می‌نمایم. از لحاظ نتیجه گیری و تحلیل فراگیر روند تطبیق برنامه عملی وینا سالهای 2014 سال 2024 کنفرانس امروزه برای گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی اهمیت خاص دارد. این چاره‌بینی امکان می‌دهد تا نتیجه‌ها ارزیابی گردیده با تمرکز بر رفع مانع‌های موجوده سمت‌های افضلیت‌ناک سفربر کردن سعی و تلاش‌های می‌آمده ما معین کرده شود. واضح است که تأمین رشد استوار و رفع مشکلات وابسته به محدودیت‌های ترانزیتی و انفراستراکچوری کشورهای محصور در خشکی تنها توسط راه‌اندازی وسیله‌های مؤثر امکان پذیر است. ما بر آن نظریم که تشکل و استفاده ثمرناک اقتدار دالان‌های نقلیاتی و ترانزیتی این کشورها در نائل شدن به این هدفها مساعدت خواهد کرد. محض توسط همکاری‌های با اعتماد و سودمند ما می‌توانیم از امکانات‌های نو برای تطبیق لایحه‌های مشترک در بخش انرژتیک و بنیاد دیگر انفراستراکچور اجتماعی استفاده نماییم. اشتراکداران گرامی، چنانکه که معلوم است کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی بنابر موقع جغرافی خود در راه رشد استوار با مشکلاتی برای این گروه خاص روبرو میشد. در شرایط امروزه عامل‌های آسیب پذیر بر اثر تشنج ژئوپلیتیکی، بحران‌های مالیوی و اقتصادی، تغییرآبی اقلیم و دیگر خطر و تهدیدهای گلوبالی بیشتر تاثیرگذار می‌شوند. در این زمینه تاجیکستان با در نظر داشت افضلیت‌ناکی ساحه‌های نقلیات و انرژتیک به رشد با سرعت این سمت‌ها اهمیت خاص می‌دهد. کشور ما طی سال‌های صاحب استقلال
برای دسترسی به هدف استراتژی برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی تدبیرهای عملی اندیشیده است. اقدامهای ما در این جهت در نوبت اول به توسعه امکانیت‌های ترانزیتی، نوسازی دالان‌های نقلیاتی و پیوست شوی به شبکه‌های منطقوی نگرانیده شده بودند. در این زمینه طی چند سال اخیر در سراسر کشور بیش از 2,500 کیلومتر راه بازسازی و بنیاد گردید و حدود 40 کیلومتر نقطه‌های نقلیاتی ساخته شده مورد استفاده قرار گرفتند. همزمان با این جهت به طلبات سازمان جهانی سودا و دیگر معیارهای بین المللی مطابق ساختن، همچنین رقمی نمودن رسمیات تجارتی و گمرکی کوشش‌های پیوسته به خرج داده می شوند. در برابر این تاجیکستان با در نظر داشت اقتدارهای هیدروانرژتیکی خود به مسائل تامین استقلالیت انرژتیکی و رشد این ساحه اهمیت خاص می دهد. حالا در تاجیکستان 98% نیروی برق از منبع‌های آبی استحصال کرده می شوند و کشور ما از لحاظ حصه استحصال انرژی سبز در جهان در جای ششم قرار دارد. تطبیق استراتژی ملی رشد اقتصادی سبز تا سال 2037 به تاجیکستان امکان می‌دهد که در آینده پوررا به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد. البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌های سازنده سرمایه‌گذاری‌های زیاد با شمول تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده باثمر و عاقلانه انرژی لازم است. با در نظر داشت هم پیوندی انرژتیک و تغییریابی اقلیم میتوان گفت که رشد انرژی سبز یک قدم استوار و مثبت در مسیر حفظ و بهبود اقلیم می باشد. پیامدهای منفی تغییریابی اقلیم امروز به اقتصاد و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرری کلان رسانیده حتی به حیات آدمان تهدید می‌کنند. تاجیکستان طی 20 سال آخر در پیشبرد روزنامه بین المللی آب و اقلیم همچون کشور پیشاهنگ اشتراک فعال دارد. مشکلات مربوط به آب خاصتا در کشورهای آسیب پذیر از جمله کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی به طور واضح به نظر می رسد. تنها 3% اهالی این کشورها به آب نوشاکی بی خطر دسترسی دارد و قسمی باقی مانده در منطقه‌های خشک یا کم آب زندگی به سر میبرند. با در نظر داشت این حالت ما پیوسته به ضرورت اندیشیدن چاره‌های فوری و تطبیق اقدام‌های مؤثر مشترک در سطح جهانی با مقصد حفظ سریع منبع‌های آبی آشامیدنی بخصوص پیریخ‌ها تاکید می‌کنیم. آب شوی با صورت پیریخ‌ها یکی از منبع‌های اساسی آبی آشامیدنی حالا به یک بحران گلوبالی زمان ما تبدیل یافته در چند ده ساله اخیر شماره آنها به مراتب کاهش یافته است. البته این حالت تأمینات آب را خلل‌دار و به امنیت آذوقه‌واری تهدید کرده و رشد اقتصادی تأثیری منفی می‌رساند. باور دارم که نتیجه‌های کنفرانس بین المللی باید به حفظ پیریخ‌ها که سال جاری در همکاری با سازمان ملل در شهر دوشنبه دایر گردید با پیشبرد روندهای مهم گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و رشد استوار خدمت می‌کند. تطبیق قطعنامه سازمان ملل درباره اعلان سالهای 2025 و 34 همچون 10 ساله عمل عاید به علم‌های کریوسفری که با ابتکار تاجیکستان و فرانسه قبول گردیده است و سعی و تلاش‌های جامعه جهانی در این جهت مساعدت خواهد کرد. چنین رویکردهای سازنده بی‌شبهه برای حل مشکلات کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی جهت رفع مانع‌ها در راه رشد میبده اقتصادی و اجتماعی آنها امکان مناسب فراهم خواهد آورد. با چنین نیت‌های نیک به کنفرانس امروزه برای کار خواهان هستم. از توجهتان
سپاسگزارم. در حاشیه کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در منطقه اوزه شهر ترکمنباشی ترکمنستان ملاقات سران دولت‌های آسیای مرکزی برگزار گردید. در ملاقات که با اشتراک رئیس خلق مصلحت ترکمنستان و سران دولت‌های تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و سروزیر قرقیزستان برگزار گردید، یک زمره مسائل وابسته به آمادگی به ملاقات‌های هفتم مشورت سران دولت‌های آسیای مرکزی که تیر ماه امسال برگزار خواهد گشت بررسی شد. در آخر نشست پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف با فرمان پرزیدنت ترکمنستان با اردن برای سهمگذاری در رشد همکاری سرفراز گردانده شد. 5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر اوزه در حاشیه کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی با پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف ملاقات نمودند. 5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر اوزه در حاشیه کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی با پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف ملاقات نمودند. در واخور مجموع مسائل همکاری دو کشور و روزنامه کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به کشورهای محصور در خشکی بررسی گردید. رهبر دولت محترم امومالی رحمان تاکید داشتند که ما با تحکیم میانبردی مناسبت‌ها با ترکمنستان اهمیت دائمی می‌دهیم. دستگیری فعال مکالمه سیاسی بین دولتی و توسعه رابطه‌های بین پارلمانی تاکید گردید. با مسئله گسترش همکاری تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری از جمله در ساحه‌های کشاورزی، صنعت، نفت و گاز و نقلیات و کمیونیکاسیون توجه خاص ظاهر کرده شد. برای افزایش حجم تجارت پیشنهاد گردید که دو جانب خریطه راه را برای سالهای 2026-2028 تهیه و عملی نمایند. همچنین پیشنهاد گردید که برای رشد رابطه‌های تجارتی و اقتصادی امکانیت‌های کمیسیای بین حکومتی فعال استفاده کرده شود. گفته شد که برای ماندن پروازهای دائمی میان پایتخت‌ها همچون مسئله مهم باقی میماند. گسترش رابطه‌ها در بخش‌های تندرستی، معارف، فرهنگ، جوانان و ورزش از موضوعات دیگری صحبت بود. وابسته به رابطه‌های بین‌المللی و منطقوی، طرف‌ها از تحکیم میانبردی همکاری در دایره سازمان ملل متحد و نهادهای آن، اتحاد دولت‌های مستقل و واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی جانبداری کردند. 5 اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و سران دولت‌های اشتراکدار کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در شهر اوزه ترکمنستان از نمایش‌های مال‌های صنعتی، کشاورزی، طعام‌های ملی و هنرهای مردمی کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان بازدید نمودند. پنجم اوگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و سران دولت‌های اشتراکدار کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد عاید به گروه کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در شهر اوزه ترکمنستان از نمایشگاه مال‌های صنعتی، کشاورزی، طعام‌های ملی و هنرهای مردمی کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان بازدید نمودند. در نمایشگاه گوشه‌های نمایشی تاجیکستان تشکیل شده بود که در آن نامگوی زیادی مال‌های کارخانه‌های صنعتی کشور، طعام‌های ملی، محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی به معرض گذاشته شد. در نمایشگاه طعام‌های ملی و هنرهای مردمی کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان سران دولت‌ها و دیگر مهمانان به گوشه نمایشگاه تاجیکستان مراق بلند ظاهر کردند. پاویلیون تاجیکستان در سطح بلند تشکیل کرده شده بیانگر آن بود که تاجیکستان سرزمین زرخیز، وطن آبهای شیرین و مصفا و مردم زحمتکش و مهنت دوست می باشد.
اثنای شناسایی با گوشه طعام‌های ملی در نمایشگاه تاجیکستان، سران دولت‌ها به مهارت بلند آشپزها و به محصولات دسترنج دهقانان تاجیک بهای سزاوار دادند. باید گفت که ملت تاجیک در مسیر تاریخ با رسم و آیین، عرف و عادت و طعام‌های ملی شهرتیار بوده تا امروز این همه را حفظ و به جهانیان معرفی می‌نماید. در گوشه مال‌های صنعتی، محصولات دوزندگی، صنعت سبک، زرگری، آلومینی، آب‌های رنگی تشنه‌شکن، محصولات رنگ و بارکنی، سنگ‌های آرایشی و غیره معرفی کرده شد. مورد ذکر خاص است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه صنعت و بخش خصوصی صنعت کناری با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی قرار داد. نتیجه همین است که در یک مدت کوتاه صدها کارگاه و کارخانه‌های استحصالی از جانب صاحبکاران وطنی با جلب سرمایه داخلی و خارجی بنیاد کرده شد. امروزها کارگاه و کارخانه‌های استحصالی جمهوری تاجیکستان با صفت محصولات خود در بازارهای منطقه و جهان رقابت پذیر گشتند و معروفیت تعارف بیشتر کسب می‌کنند. در نمایشگاه در قطار دیگر کشورها کارگاه و کارخانه‌های استحصالی تاجیکستان توانستند محصولات به بازار و به طلبات استانداردهای جهانی جوابگو را به معرض گذارند. ضمن معرفی گوشه نمایشی تاجیکستان، سران دولت‌های آسیای مرکزی و آذربایجان به ظرفیت و امکانات‌های رشد ساحه صنعت در تاجیکستان بهای بلند دادند. بعد بازدید از نمایشگاه، سران دولت‌ها در برنامه فرهنگی اهل هنر کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان شرکت ورزیدند. در این چهاربینی فرهنگی تاجیکستان را با برنامه جالب کنسرتی استادان صنعت تاجیک، آوازخوانان، مطربان و رقاصه های خوشخرام انسامبل های کشور معرفی نمودند. استقلالیت نشان برجسته پایداری دولت، بقای ملت، رمز اصالت و هویت، ایدئال و آرمان‌های تاریخی، شناسنامه بین المللی و شرف و اعتبار به جهان متمدن پیوستن کشور صاحب استقلال تاجیکستان میباشد. شرح این موضوع در گزارش همکارانمان. تاجیکستان در آستانه یکی از جشن‌های مهم عمومی ملی 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که همساله 9 سپتامبر تجلیل می‌گردد قرار دارد. در سالهای استقلال دولتی حکومت مملکت تحت سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مشکلات و مانعه‌های زیادی را برطرف نموده به تحکرسی دولتی واقعاً صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یگانه زمینه گذاشت. این دوره نچندان طولانی اثبات نمود که دورنمای رشد تاجیکستان در زمینه تحکیم و تأمین استقلالیت دولتی، وحدت ملی، صلح و آرامی، امنیت ملی، عملی نمودن پرینسیپ‌های عدالت اجتماعی و ثمره‌ناکی اقتصادی، بهداشت وضع اجتماعی جامعه ترغیزی و بنیاد گردیده است. قیمتترین و عزیزترین ارزش برای یک دولت، برای یک ملت و برای یک فرد استقلالیت است. در زبان‌های گوناگون دنیا کلمه استقلالیت به طرزهای گوناگون صدا می‌دهد، اما معنی یک است. معنی مستقلیت است، آزادی است. خواه به زبان کدام دولت و ملتی که ما اینا نگیریم، همین خیلی معنی دارد. اما در مسئله استقلالیت سیاسی که به یک دولت منسوب است، این مسئله بودن یا نبودن همین دولت است. در شرایط امروزه که دولت‌های ملی به استقلالیت رسیده ایستادند، این گنج گرانبها مسئله بود و نبود یک دولت است. از نقطه نظر اون که دولت سازی آغاز دارد و انجام نه، به مثل همین ارزش‌های دولتی و ارزش‌های ملی به مثل استقلالیت، به مثل وحدت، به مثل امنیت، به مثل ثبات دولت، همه اینها در شرایط استقلالیت داشتن دولت امکان پذیر هستند و خلاص. در دیگر شرایط، در شرایط‌های دولت‌های دیگری ساخت اجتماعی داشته، هیچ وقتی که استقلالیت نیست، حتی حقوق شهروندان تأمین نیست. چون که وقتی که در دولت استقلالیت هست، حقوق‌های شهروندان به طریق کنستیتوسیونی کفالت داده می‌شوند.
در شرایط مرکب اوضاع سیاسی منطقه و جهان برخورد منفعت‌های ملی، محض متحدی، همدلی، یگانگی و صلح و ثبات می‌تواند ملت را از ورطه نابودی نجات داده باعث زندگی آسایشته گردد. صلح و آرامی و ثبات سیاسی در مملکت باعث آن گردیده است که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان میزبان چاره‌بینی‌های سطحی منطقوی و بین‌المللی گردیده همچون کشور تشبثکار در عرصه بین‌المللی شناخته شده است. در تجربه دولتداری تاجیکان هدف‌های استراتژی در طول 34 سال صاحب استقلالی موفقانه معین و تطبیق شدند. در این سمت مکتب سروری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اهمیت مهمی تاریخی داشته آن را میتوان مکانیزم تحریک دهنده رشد در زمان صاحب استقلالی و تقویت بخشنده پایه‌های استقلالیت دولتی نامید. هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان یک فرد ملت گوید و عموما ملت همچون یک واحد اتنیکی باید به قدر استقلالیت همچون یک ارزش گرانبهاترین که از این دیده دیگر ارزشی بالا نیست باید مناسبت کنند. استقلالیت به تاجیکستان امکانیت داد که به سوبیکتی حقوقی بین المللی تبدیل یابد. این تنها در شرایط صاحب استقلالی ممکن است. ببینید امروز تاجیکستان در شرایط صاحب استقلالی اعضای زیاده از 57 تشکیلات‌های منطقوی و بین المللی هست. زیاده از 190 دولت دنیا تاجیکستان صاحب استقلال را به رسمیت میشناسد. صاحب استقلالی یک سیمای دولت است، سیمای ملت است و مضمون همه گونه برنامه و نقشه و استراتژی ها و همه کانسپسیون ها را نام صاحب استقلالی دولت تشکیل میدهد. اینها در شرایط صاحب استقلالی حقیقتا امکان دارند که واقعی شوند، یعنی به عمل تطبیق شوند. ببینید جمهوری تاجیکستان وقتی که استقلالیت به دست درآورد مردم تصور کردن نمیتوانست که بعد 30 سال 33 سال جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای نائل می شود که بعضی دولت ها در ظرف 250 سال نائل شدند. اما جمهوری تاجیکستان همین مسافه را در ظرف 33 سال 34 سال طی کرد. وقت ثابت نمود که پایداری دولت ملی به تحکیم هویت ملی ناممکن است. از این خاطر در شعور جامعه جای نمودن غرور ملی و حفظ استقلال دولتی وظیفه مقدس هر یک فرد باننگ و ناموس به حساب رفته آن امکان می‌دهد که هر یک شخص وطن دوست هسته خود را به هسته سرزمین اجدادی محسوب داند. در بعضی شهر و ناحیه‌های کوهی دوره کوتاه گرمی برای رسیدن حاصل امکان نمی‌دهد. محنتکشان ناحیه روشن توسط براه ماندن تجربه معاصر کشت و پرورش زراعت در استحصال سبزیجات موفقیت‌های خود را افزون نمودند. حالا در ناحیه روشن در 92 گرمخانه سبزیجات استحصال کرده می‌شود. نوروزشاه عزیزالله از ناحیه روشن گزارش می‌دهد. با سبب شرایط کوهستان و حرارت نسبتاً پست در زمین‌های کشادی ناحیه روشن پمیدور تا حال نپخته است و موافق تجربه چند ساله دوره جمع‌آوری حاصل این نمود سبزیجات از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. امروز امکانیت اساسی برای تامین طلبات بازار با سبزیجات گرمخانه‌ها به حساب می‌رود. جهت قانع گرداندن طلبات اهالی کلانترین گرمخانه حدود بدخشان جمعیت دارای مسئولیت محدود سبزیجات کوهستان در ناحیه روشن نقش نمونوی دارد. حالا پمیدور، بادرین، قلمفور شیرین و کبودی و بازارهای ولایت از همین حساب تامین کرده می‌شود. آموزش، تبادل تجربه بین علم و استحصالات و غنی شدن دانش‌های عملی به استحصال محصولات باصفت سبب شده است. در این گرمخانه‌ها ما سبزیجات‌های گوناگون با مانند پمیدور و بادرینگ و بادمجان و قلمفور شیرین دیگر نمود سبزیجات پرورش کرده همه روزه تر و تازه به بازارهای ولایت مختار کوهستان و بدخشان دسترس می‌کنیم. حدود گرمخانه چند هکتار را تشکیل می‌دهد و حالا در این گرمخانه چند نفر فعالیت کرده ایستادند؟ در عموم ما 2 هکتار گرمخانه را در ناحیه روشن بنیاد کردیم و این گرمخانه که به سبزیجات کوهستان تعلق دارد یا 1.5 هکتار مساحت را تشکیل می‌دهد و همه روزه 300 تا 500 کیلوگرم سبزیجات تر و تازه را به بازارهای ولایت تامین می‌نماید. همین زمان این گرمخانه در تامین طلبات بازارهای شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان چگونه نقش دارد و شما آینده برای زیاد کردن استحصال سبزیجات چه نقشه‌ها دارید؟
محصولاتی که در این گرمخانه ها استحصال می شود پورا طلبات ساکنان ولایت را تامین نمی کند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که در تمام ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان همین خیلی گرمخانه های موسمی بنیاد شوند و طلبات ساکنان را پورا تامین نمایند. شرایط طبیعی ناحیه روشن با نظرداشت کوهستان بودنش نسبتا سرد است و در اینجا جمع آوری حاصل زراعت از میدان‌های کشاد دیر آغاز می‌گردد. بنیاد همین گونه گرمخانه‌ها در شرایط کوهستان چه نقش گذاشته می‌تواند به خاطر تامین طلبات بازار استعمالی در فصل‌های گوناگون سال با محصولات نیازی آور. بنیاد چنین گرمخانه‌ها در ولایت می‌تواند طلبات ساکنان را پورا تامین نماید، چون که در زمین های کشاد فقط در مدت 2 ماه حاصل رویانده می شود، ولی در گرمخانه های موسمی تجربه که ما در 5 سال آخر به دست آورده ایم می تواند دهقانان می توانند از گرمخانه تا 6 ماه حاصل رویانند. بنیاد همین گونه گرمخانه‌های زمانوی در شرایط کوهستان چه نازکی‌ها دارد و تا کدام اندازه ضرورت دارد؟ اقلیم ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبت دیگر ولایت‌ها و منطقه‌های جمهوریمان سرتر است. بنابراین دوره پرورش سبزیجات در خیلی کوتاه است. بنیاد این گرمخانه‌ها دوره پرورش سبزیجات را درازتر می‌کند و در مدت 5 تا 6 ماه حاصل رویانده می‌شود. تا سال 2020 در ناحیه روشن همگی 4 گرمخانه بود. حالا تعداد گرمخانه‌های خرد و کلان به 92 رسیده است. وسیع شدن امکانیت‌های استحصالی اگر از یک جانب به فراگیری شماره زیاد شهروندان به شغل دائمی مساعدت کرده باشد، از جانب دیگر این عامل تامین کننده بازارهای ولایت مختار کوهستان بدخشان با سبزیجات تر و تازه است. حالا مهنتکشان توسط تکمیل دهی تجربه از یکدیگر تعداد گرمخانه‌های خرد و کلان را بیشتر می‌کنند. در زمین کشاده نه پمیدور نپخته سی بیرون زمین ده همون نه یک ماه شد قریب نه پمیدور و بادرینگان تمام شدن نه بازار بردیم نه دیگه در فروختیم حاصلات گرمخانه در سوستر می شود. تا سال 2021 طلبات اهالی ناحیه روشن از حساب سبزیجات دیگر شهر و ناحیه‌های کشور خانه گردانده میشد. دستگیری حکومت کشور جلب سرمایه و مهنت پیوسته امکان داد که ناحیه روشن از وارد کننده سبزیجات به استحصال کننده محصولات جوابگو به معیارهای صادراتی تبدیل یابد. حالا از روی تجربه معاصر استحصالی، مساحت گرمخانه‌ها و استحصال سبزیجات ناحیه روشن در بدخشان نقش نمونوی دارد. البته با فراهم شوی امکانیت، هوسمندی عائله‌ها و خواجگی‌های دهقانی جهت تشکیل گرمخانه‌ها در زمین‌های نزد حولگی و کشاد زیاد شده است. تا سال 2020 میدان گرمخانه‌ها در ناحیه روشن همگی 10 ساتیخ بود. امروز باشد میدان عمومی گرمخانه‌ها در این ناحیه به 3 گکتار برابر شده است که این ثابتگری مطابق گردانی شرایط طبیعتی کوهستان برای استحصال محصولات کشاورزی در 4 فصل سال، رشد ساحه و زمینه‌گذاری به تامین امنیت غذایی عنوان می‌شود. نوروزی عزیزلو، اسکندر سعید، صدرالدین ابراهیم، روشن اخبار. قسمت دوم روز 5 اوگوست ورزشگران تاجیک از چمپیونات آسیا عاید به کورش میان نورسان، جوانان و کلانسالان از کره جنوبی با دستاوردهای شایان به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه نزدیکان و پیوندان و نمایندگان ساحه ورزش مملکت ورزشگران را گرم و صمیمی استقبال گرفتند. قابل به ذکر خاص است که در این تدبیر سطح بلند ورزشی تیم کورش تاجیکستان به خزینه ورزشی کشور 8 مدال، 2 طلا، 2 نقره و 4 مدال برنجی وارد نمودند. میان کلانسالان سرور عبدالشکورов در وزن 66 کیلوگرم، شکر محمد میر محمدov در وزن جمعی 120 کیلوگرم مدال طلا، اسکندر محمد خواجه‌زاده در وزن 60 کیلوگرم نقره، محمد شریف نجمیدینov 81 کیلوگرم، همروز رجبov 90 کیلوگرم و اولوغبek رحیمov در وزن 100 کیلوگرم با مدال برنجی شرفیاب گردیدند. میان جوانان و نورسان حلیمجان حلیمov در وزن 60 کیلوگرم برنجی و عمرجان بابا علیف در وزن 46 کیلوگرم با مدال نقره به وطن برگشتند.
بیننده‌های گرامی، چنین بودن خبر و گزارش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشید.